بر اثر برخورد ماشین ها در شاهراه دوشنبه چنوق یک کارمند شرکت IRS مسئول نگهبان این راه به هلاکت رسیده است. به گفته مسئولین شرکت در این حادثه همچنین یک کارمند دیگری IRS جراحت سنگین برداشته است. حادثه مذکور صبح امروز 11 ینور در 205 کیلومتری شاهراه دوشنبه چنوق رخ داده است. مسئولین شرکت IRS میگویند که حادثه پس از آن رخ داد که یک ماشین بارکش بر اثر تومن نتوانست راه را ادامه دهد و از پس او چند ماشین دیگر هم به این ماشین بارکش برخوردند. مسئولین شرکت IRS در صحبت با رادیوی آزادی حادثه را چنین شرح دادند. یک ماشین بارکش میرود، همین بنابر تومن موجود بودند، کنار راه میایستد، ماشین دیگر میدونن برمیخورد، در مجموع 8 ماشین به هم دیگر برمیخورد. 6 ماشین آسیب جدی دیدگی است. در همین میان کارمندای ما که مشغول همون کارکرد راه با مواد ضد لرزش بودند، کارمندای ما یک نفرش به هلاکت میرسد، یک نفرش آسیب جدی میبیند. مسئولان شرکت IRS میگویند که در وقت رخ دادن صدمه حالت راه خوب بود و فرآمدن تومن محض سببگار سر زدن این حادثه گردید. مقامات کارهای داخلی تا حال قضیه را شرح ندادند. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.